همچین ویدیویی رو، آدما فقط شروعش میکنن. امروز میخوایم کمدمون رو از کمد بهار تابستانه به پاییز زمستانه تغییر بدیم. و برخلاف چیزی که ممکنه تصور کنید، من یک کمد خیلی کوچولو دارم و لباس هم اونقدر زیاد نیست. یعنی نمیدونم، شاید این زیاد به نظر بیاد ولی واقعا لباس هم اونقدر زیاد نیست، چون همین یه پروانه اینجاست. همینطور هر سال یهو تصمیم میگیرم که از این سریشون بدم میاد و میبخشمش به خیریه. همونطور که میبینید مرتب هم نیست، به خاطر اینکه لباسا هر روز دارن در میان میرن تو در میان، اصلا لزومی نداره اونقدر مرتب نگهش دارم. و اون یک سری چیزایی که هنوز دلم نیومده از شرشون خلاص شم، ولی بعد خلاص شم و استفاده نمی‌کنمه. و اینجا هم کمربند است. حالا لباسای تابستونی رو میخوام امسال فکر کنم برای دومین بار دارم این کارو میکنم و واقعا جواب میده. لباسای تابستونی رو که اینجا اینا هر چقدر میره اینور گرمتر میشن، میخوام بذارمشون توی کمد هال یا یک جای بچپونمشون که بتونم لباسای کامل پاییزم رو بذارم اینجا و خیلی دسترسیم راحت تره. نمیخوام هی برم اون ور و بیام این ور. و چون لباسای پاییز زمستان خیلی زخیم و گندن، اینجا نمیتونن جا بشن. و امروز میخوایم این رو انجام بدیم و استایل های مورد علاقه پاییز امسال منو با هم دیگه درست کنیم و ببینیم که هر کدوم از آیتمایی که استفاده میکنم از کجا میاد. و مثل یک دیکشنری بزرگ و کامل میخوایم تمام استفاده که میتونیم رو از این ویدیو ببریم. برای این زمستون و زمستون پیش من همچنان چمن‌مستونی رو استفاده میکنم. اینجا خیلی مرتبه. و یک شلوار چرم مصنوعی از برشکا گرفتم و واقعا خوبه. و داخلش یک چیزیه که نمیدونم اسمش چیه. داخلش یک همچین چیزیه، انگار یک نوع پارچه خیلی نرم و گرمه، همجنس اینه فکر کنم ولی نرمترش، نمیدونم. و یک طوری گرم نگهت میداره که عرق میکنی. یعنی من با این رفته بودم برفبازی، فیلمشو براتون میذارم، اون قدر عرق کرده بودم که اینطوری بودم که شلوارم رو مثلا میخواستم در بیارم وسط خیابون که خیلی بلندی نبود، ولی خیلی لباس های گرمی که فقط یک لاین خیلی کمک کننده ترن تا لباسایی که مثلا 6 تا باید بپوشی که گرم بشی. یه دونه اینم خیلی از اوناست. یعنی اینم عکسشو میذارم. من اینو زمستون پارسال با یه دونه تاپ کراپ تاپ میپوشیدمش و میرفتم توی خیابون و بازم سرم نمیشد. یه چیز دیگه هم که خیلی گرم بود چی بود خدایا؟ یه دونه کاپشن دارم که الان دست دوستمه. آها، اینها هم خیلی گرمن. و یکی دیگه از گرمترین چیزایی که دارم، وای، صدای اینتون رو کم کم کنید. این حرومزاده واقعا گرمه. یعنی فقط من تونستم مثلا بهمن اینو بپوشم، چون هیچ وقت به اندازه کافی برای این خنک نبود. خیلی گرمه، خیلی گرمه، وای اصلا باورت نمیشه. و هر بار میپوشیدمش و میرفتم توی رستوران و عرق میکردم و حالم به هم میخورد و بعد خودم میگفتم که به اندازه کافی سرد نبود. و اینو از بوتیک ژاک گرفتم. نه خب تولید خود ژاک نیست، ولی کاری که امسال دوست دارم بکنم، یعنی اهداف استایلیم اینه که به خاطر اینکه همه چیز گرونه دوست دارم با بودجه پایین بهترین گزینه ها رو بگیرم و واقعا برند بودن یا نبودنشون برام مهم نیست، چون کار رو میکنه. اونقدر فرقی نداره که مثلا از گوچی بگیرم یا از زارا بگیرم یا از مثلا جمعه بازار بگیرم یا از سر کوچه. اگر چیز خوبی باشه میگیرمش. سعی میکنم چیزای کلاسیک تر بگیرم، چون الان همینطور داره استایلم عوض میشه و ذهنیتم راجع به استایل عوض میشه و
دوست دارم لباسایی بگیرم که بتونم بمونن. مثلا این از وقتی کلاس 8 بودم با ماست، پشمات بریزه. دوست دارم این رو بهتر یاد بگیرم که مثلا الانم انجامش میدم حدودی. اینو بهتر یاد بگیرم که یک لباس رو بتونم به روش‌های خیلی بیشتری استایل کنم که اینطور نباشم که لباسم تکراریه. و خیلی طبیعیه که لباس تکراری باشه، ولی من نمیدونم چرا، یعنی خیلی اینطوریم، بدم میاد. یعنی اینطوریم که الان مثلا این کسی که تو کتاب فروشی کار میکنه میدونه من مثلا 1 ماه پیش با همین لباس اومده بودم، بعد میفهمه، یعنی بهش فکر میکنه و واقعا روی مخمه. اصلا پیکسی رو الان 3 روزه با یک لباس میبرم بیرون، با خودم میگم که الان نگهبانه داره به این فکر میکنه که این دختره چرا لباساش عوض نمیشه. و دوست دارم یک کوچولو برعکس مینیمالیست چیه؟ آره فکر کنم مکسیماله. دوست دارم یک چیزی بین مکسیمال و مینیموم داشتم میگم. چیزی بین مینیمال و مکسیموم، یعنی خیلی شلوغ و خیلی ساده باشم. یک چیزی که برام احساس نکنم زیادیه. خیلی وقتا مثلا پارسال خیلی دوست داشتم اکسترا برم بیرون، ولی الان اونقدر واسه ندارم. دوستم فقط چیک باشه. اینا اهداف، احساس کنم گوشیمم چشمک زد. ای وای. اینا اهداف این پاییز و زمستون منه و الان به خاطر شما هم که شده مجبورم تون فکر کنم و استایل هایی که دوست دارم رو انجام بدم، چون خیلی وقتا فکر می‌کنم که مثلا وای مثلا با این کته این استایل رو میتونم بزنم و هیچ وقت نمیشینم وقت بذارم روش و اون ترکیب رو درست کنم. فقط هول هولی میپوشمش و میرم. پس جمپر خوشگل، اسم شلوار اصلا هم نمیاد. شلوار ج داره توش یا ز داره. یه دونه تاپ کبریتی، یه دونه از این شلوارایی که اسمش رو نمیاد. این از اوپال اومده، این از اوپال اومده که توی پاچه‌مون کردم. اینو بعدا فهمیدیم. عینک، کمربند با ای وای دستم میخوره بهتون، تو خدا ببخشید. اینو با هر طور که میخواید میتونید عوض کنید هر چیزش، ولی خب مثلا من اگه باشم میتونم بپوشم. و اگر بخوام برای یک روز کیف خالی، اگه بخوام برای یک روز دخترینه برم، کفش پاشنه بلند همرنگ این بودی میپوشم. اگه بخوام برای یک روز جوان راحت برم، آلستار میپوشم یا بوت. امروز اینا رو دوست دارم بپوشم. شبیه کفشای هری هم، چون شبیه کفشای هری هم گرفتنشون. دمپایی هم میتونم بسیم بره. یک توناژ رو سگرم رایت کنم و کفشای هری. I love it. این یکی از لباسایی که بیشتر از این باش میاد. یک چرخش اینطوری. این دستای بافت خیلی این امسال زیادن و من همیشه سعی میکنم به خاطر اینکه لزوما یه چیزی وای ببخشید هی میخورم بهتون. من همیشه سعی میکنم به خاطر اینکه لزوما یه چیزی ترنده نپوشمش، ولی این رو واقعا دوست دارم چون کلاسیکه، خوشگله و خیلی راحته دیگه بندازی و بیای. من یه زیر بغل یقه اسکی بهترم سوراخ شده، پس مجبورم با اینی که یکم شلتره بتونشون بدم. ولی اگر یک یقه اسکی بلندتر و محکمتر بپوشم خیلی جالب میشه، مثلا دستکش و با دامن هم برای مهمونی و اینها خیلی جالب میشه. و سایز گنده گرفتم چون میخوام زیرش یک عالمه چرت و پرت بپوشم و گرم بمونه. و کفشم میتونید یا یه بوت بپوشین، یه کفش معمولی بپوشین. من ترجیح مشکیه، یا اینکه کفش پشت بپوشین. ای وای بچه کفش اشتباه پوشیدم. اینو مال بابامه و نمیدونم
کجاست؟ پس چرا قشنگ مال من؟ خیلی شبیه مال من بودن. شما تصور کنید که کفش سر زاویه داره عادیه و انقدر دراز نیست. یک دمی یادم میره بگم کدوم لباس از کجاست، می‌نویسم اون صفحه اونایی که یادم میره بگم. این چندین ساله که یکی از استایل‌های مورد علاقه منه و خوبیش اینه که میتونم هی شخصی سازیش کنم. من خیلی دوست دارم با لباسایی که اینطوری موهام اینطوری بالا ببندم و شبیه خانمایی که می‌بینن با زندگیشون چی کار میکنن به نظر بیام. این همون یقه اسکی شله است. این دستکش‌ها از دد دراگونن. 2 مدلشون رو دارم و واقعا مثل یه اکسسوری خیلی خوب عمل میکنه. این هم از دد دراگونه. این یقه اسکی از پنتیه، از پنتی ترکیه است. این از تری جینزه و این کفشی که مثلا اینجا قرار بود باشه استوکه. کیفم هم از سیارو بگه. یعنی به جز این تمام استایل هم با برندهای اورجینال ایرانی هم. خیلی جالبه و خیلی نسبتاً با قیمت بهتری در میاد، چون معمولاً خیلی از آنلاین شاپ‌ها قیمت‌های خیلی مناسب تری دارن تا فروشگاه حضوری و به خاطر همین I love it. سلام بچه‌ها، ترانه 3 روز بعد داره باهاتون صحبت میکنه. بعد از ضبط اون ویدیو آفتاب تمام شد و من به خودم گفتم فردا ادامهش میدم و بعد خیلی یکهوی ساعت 3 شب رفتم اصفهان و مریض شدم اونجا، ولی ویدیو رو تمام میکنیم. به هر قیمتی که شده ویدیو رو تمام میکنیم. این یک میان برنامه کوچیک بود. این شلوار رو از سوپر درای گرفتم. فکر کنم عید امسال گرفتم، این چندین ماه پیش گرفتمش و خیلی رنگ درستی داره و ایست خوبی داره. البته یکم بلنده ولی خوب با کفش این شکلی قشنگ نیست و خیلی دوستش دارم. این یک کله ازش و من خیلی اینو استفاده میکنم تو استفاده روزمره و حتی غیر روزمره و اونقدر که دیگه داره شلوول و اذیت میشه و دوباره بشورمش و هر بار یکم سفتش کنم. حالا یک آیتم دارم که برای هوای خیلی سرده و من اونو خیلی دوست دارم و اون اینه. اینو از یه لوازم کوهنوردی فروشی گرفتم و واقعا گرم و جالبه. حالا الان بهتون نشون میدم چطور میخوام استایلش کنم. فکر کنم یه دونه دوباره یقه اسکی بپوشم و این بیاد و یه کیف و یه کفش گنده و یه شال گردن. این کمربند رو از واران استور گرفتم، اگه درست بگم و چک کنم و اینو خیلی دوست دارم. این پاک و اینجور کمربند ها رو با هر چیزی میتونید ست کنید، یعنی اینطوری که استفاده روزمره خوب ازش در میاد، چون کمربندایی که خیلی شیکن یا خیلی ظریفن رو من دوست ندارم. و همچنان هم یقه اسکی پنتی و بعدی یقه اسکی گنده تر بگیرم چون خیلی کوتاه و فقط همین دارم، بقیه‌شون سوراخ شدن و انداختمشون. این بیس همه چیز خوب ازش در میاد. الان بهتون نشون میدم چرا این رو میگم. ببین واقعا خوبه، هیچ چیزی جاش خالی نیست و واقعا مای پیکسی رو صورتم و واقعا کامله و خیلی راحته. این سفر گرفتم اینو با خودم آوردم و خیلی گرمه و این معمولا 2 تا گزینه برام داره برای ست کردنش. یه کفش شیک باهاش میپوشم چون دوست دارم وقتی که یک لباس خیلی گنده و یوغو رو با یه چیز شیک میپوشم، یا اینو میپوشم که کفش دنیلی مامانمه، یا اینو میپوشم که این هم کفش مامانمه، یه کفش یک کوچولو زشت رندومه و عاشق این کفشام امسال مثل آگه تقریبا. آگ یه سری کفشه که فکر کنم اسمشو نمیدونم درست میگم یا نه، میذارمش توی عکسشو میذارم تو ویدیو. و این شال گردنم، این هم یه خورده عجیبه و چیزهای عجیب خیلی خوشگلن
فکر کنم همچین چیزی با تمی که انتخاب کردیم در میاد و این هم مال مامانمه که الان دیگه مال منه. این شکلی میشه. و واقعا دوستش دارم. خیلی راحت و گرم و نرم و خوشگله و برای من همه کاری که باید بکنه رو انجام میده و خیلی دوستش دارم. خیلی خوشگله و این خیلی نرم و راحته و اصلا ببخشید اصلا هم خارش نمیده. خیلی از شاگردان رو آدم خارش میدن و این اصلا اینطوری نیست. این یکی از شلوارهایی که دوست دارم امسال توی پاییز بپوشم و تا الان پوشیدم، با اینکه پاییز داره تموم میشه. مهربان آذر پاییز تقریبا داره تموم میشه، ولی خوش استایل بودن هیچ وقت براش دیر نیست. این یه شلوار از تی جینزه که من خیلی دوستش دارم و داشتم این فکر میکردم که با این کمربندی که از واران گرفتم ستش کنم. کمربندهای بیسیکی میگیرم که خیلی ریسک نکنم توی استایل ها و نمیدونم این کار درستیه یا نه، ولی انجامش میدم. این از شلوارم. حالا یه لباس گرم دیگه که دارم اینه. این یه دونه یقه اسکی کرم بافته که از برند بنتونه فکر کنم. دوست دارم با یک کت کرم دیگه که دارم ستش کنم. امسال رنگ‌های مشابه هم برای بالاتنم رو دوست دارم. این شکلیه و میتونم بدمش داخل شلوارم، ولی چون یکم کوتاهه ممکنه در بیاد و اشکال نداره. نمیدونم این یقه رو نمیدونم آدم ها چطوری درست میکنن و فقط تاش میزنم امروز. بعضی وقتا یک عالمه براش وقت میذارم که در بیاد. و این دو تا رو با هم خریدم. این کتیه که همیشه باش استایلش میکنم و خیلی دوستش دارم. این خیلی به من کمک کننده بوده توی استایل روزمرم. و این کت اسپرینگفیلد که خریدش قطعا مال امسال نیست و ممکنه واسه پارسال هم نباشه نیست، ولی 3 سال پیشه. نه ولی 2 سال پیشه. بذار خودم چک کنم. این از سیارو بگه این کیفم و این کیفی که فکر کنم باشه استفاده کنم. الان اولین باریه که با موهای قهوه‌ای جینجر دارم میپوشمش و به اندازه بلوند بهم نمیاد، ولی میتونیم با آرایش یکم مثلا توناژش رو بهتر کنیم. و برای کفش بوت‌های دنیلیمو میخوام انتخاب کنم و با اینا معمولا بهتر میشه که موتور رو ببندی. به نظرم خیلی جمع و جوره و خیلی تمیزه و خیلی سن رو بالاتر، یکم سن رو بالاتر نشون میده و من واقعا وایبی که اینا رو دوست دارم. این اینطوریه که فکر میکنم این یه گزینه خیلی خوبه، چون امسال اینها خیلی ترندی شدن، ولی خب من این از پارسال دارم و گرم و راحت و پفکیه. نمیدونم بهش چی میگم. این از اوپال گرفتم و به قیمتی گرفتم که اصلا لزومی نداشت و الان چون خیلی بیشترن میتونید فکر کنم با قیمت خیلی بهتری از اون چیزی که من گرفتم پیداشون کنید و گرم و خوب و راحتن. واقعا دوستش دارم. نمیدونم چرا انقدر دوستش دارم و خیلی هم ساده نیست. رنگ‌های پاستلی خوش رنگی داره. مال برند پیسز یا پیسیز نمیدونم. موهامو بستم و تصمیم گرفتم که این هم کتی باشه که میاد روی این. فکر نمی کنم بستن موهام بالا اونقدر بهش بیاد. ممکنم بیاد ولی خب تنوع خیلی بهتره. اینو دوست دارم با عینک بپوشم چون به نظرم همچین وایبی داره و با کفش پاشنه بلند دوست دارم بپوشمش. شاید کیف نداشته باشم با این، به نظرم همچنان خوشگله. این کفش رو انتخاب میکنم. میتونید به کفش مشکی چرمی معمولی هم بپوشیدش، به اونم خیلی میاده. مثلا با کتونی من نمیپوشمش، فکر کنم بهترین گزینه نیست.
امیدوارم کلم از کادر نزنه بیرون چون پاشنه های این کفش خیلی بلنده. لباس بعدی این کت چرمیه که این هم مال مامانمه و الان یک عالمه کت چرمی میتونید پیدا کنید که یعنی با چرم غیر حیوانی درست شده باشن و همچنان همین فینیش شیکی که داره رو بهتون بدن. من خودم اینو دیگه دارم، الان نمیدونم کجا گذاشتمش و مال چرم مشهده و بلند و جالبه و دوست ندارم اینو از دست بدم برای امسال. حالا یک چیز خیلی جالبی که میتونم باش ست کنم، این شلوار چرمیه رو از برشکا گرفتم که فکر میکنم چرمینم مصنوعیه و وقتی گرفتمش اینجوری بودم که خب درسته که تو اینو دوست داری ولی کجا میخوای اینو بپوشی؟ برای چی میخوای اینو بپوشی؟ استایل کردنش ممکنه سخت باشه. خود بر بیرون و خوشحاله ولی گرفتمش و خوشحالم که گرفتمش. این هم واقعا گرم و لذت بخشه و با اون کت خیلی خوب میشه ولی دلم میخواد فول مشکیش کنم، باز هم یه اسکی پنتی اومد بپوشم. پس صبر کنید. این کمربندی که میام از نزدیکتون نشون بدم کمربندی که به عنوان یعنی با عنوان کمربند شیک هم گرفتمش و مال کتونه، چرم مصنوعیه و خیلی دوستش دارم. الان بهتون نشون میدم چرا. یه تکسچر خیلی جالبی داره ولی واسه این شلوار احساس میکنم یکم کوچیکه. میپوشمش و میبینم که چی میشه. حالا نوبت کته. با این کت من دوست دارم موهامو باز نگه دارم. برای این لباس من معمولا یک آرایش دارک میکنم، یه چیز داخلشه که بندشه و بند هم داره. برای این کت و این تمام مشکی، یه سر تمام مشکی، من معمولا دوست دارم یک میکاپ دارک کنم و برای روزهایی که دلم میخواد دارک لباس بپوشم، خیلی روزها ازم دلش میخواد یک لباس خیلی شاد بپوشه یا یک لباس خیلی دارک بپوشه و بر اساس مودم من همیشه لباس میپوشم. پس این عینکیه که خیلی احساس میستریس بودن و گنگ بودن رو میده بهم، یا به من این حس رو میده یا اینکه باعث میشه من این حس رو به بقیه بدم. و برای کفشم هم کفش چرم مشکی من انتخاب میکنم چون اگر داریم تا اینجاش میریم باید تا تهش هم بریم. و برای کیفم هم یک کیف دستی روزمره انتخاب میکنم که اون هم مشکیه. یه سگ دیدم. و واقعا این استایل رو دوست دارم. گرمه، خوشگله و جالب و شدیده. اگه بخوام یه شال گردن بذارم هم قطعا یک شال گردن مات نه خیلی زخمی مثلا از لحاظ ضخامت متوسط انتخاب میکنم و عاشقشم، واقعا دوستش دارم. این کت بعدیه که میخوام استایل کنم. میدونم نمیاد از کجا، فکر کنم از کجا گرفتمش خدای من. اینم از برشکا گرفتم. پس چرا یادم نمیاد گرفتمش از برشکا رو. نمیدونم، اصلا یادم نمیاد. شلواری که پوشیدم شلوار تری جینزمه همچنان که بعد از اینکه لاغر شدم یک کوچولو برام گشاد شد و یک عدد زاب داره اینجا. به نظر من قهوه‌ای با سبز خیلی ترکیب جالبیه و دوست دارم با این عینک استفاده کنم. و برای کفش باز هم میتونم یک کفش معمولی پاشنه کوتاه بپوشم که مشکی و براق باشه یا پاشنه بلند فنسی. این استایل یکی از استایل‌های مورد علاقه منه. خیلی به نظرم استایل شیک و با وقاریه و دوست دارم همچنان یک کیف دستی بگیرم دستم باش
که میشه این کیف که فکر کنم نگفتم بهتون از کجا اومده. سمیز که برند ایرانیه این هم و از شمع مصنوعی استفاده میکنه و این شکلی میشه. کت‌های بلند واقعا منو خوشحال میکنه و جیب هم داره. ببخشید یک چیزی از دستم افتاد. اینها لباسه مورد علاقه‌ام بودن برای امسال که میخواستم بهتون نشون بدم. قطعا 1,000,000 تا گزینه دیگه هم هست که همشون نمیگنجه توی یک ویدیو. دوست داشتم که توضیح خودم رو هم راجبشون بدونید. مریضم، سلام تو دماغی زشته و اتاقم یک فاجعه مسترپیس طور شده. واسه همینه که انقدر این ویدیو رو پشت گوش مینداختم، به خاطر اینکه جمع کردن اتاقت بعد از همچین ویدیویی واقعا ناراحت کننده است و به دست فلسفی میرسونتت. ببخشید دارم تو صورتتون حرف میزنم، نفسم از دماغم در نمیاد. پس این هم از این.